در دلخواه زبان مقال‌ها هستند و مقال‌ها برای ما کمک می‌کنند که فکرهای خود را به طور معمولی آسان‌تر و خوبتر فهمونیم. و مقال‌ها در زبان انگلیسی ایدیوم نامیده می‌شوند که ما امروز با شما 7 ایدیومی که علاقه‌مندی با پول دارند آنها را می‌آموزیم. ایدیوم یکم برای امروز cost an arm and a leg است که در زبان تاجیکی یگان چیز خیلی قیمت و گران رو در نظر دارد. این وقتی که شما یگان چیز قیمت و یا که یگان چیز گران رو می‌خرید و می‌خواهید که نرخ آن رو به دیگران فهمونید، شما می‌تونید بگید که it cost me an arm and a leg. تاریخ پیدایش این ایدیوم از سالهای بعد جنگی است که حکومت آمریکا برای عسکرانی که در جنگ دست و پای خود را از دست داده بودند نفقه خوب پیشنهاد کرده بود و خود عسکران خود نفقه گیران و دیگران میگفتند که برای گرفتن اون نفقه ما دست یا اینکه پای خود را از دست دادیم، یعنی گرفتن این نفقه آسان نیست. It cost us an arm and a leg. مثلا this car cost me an arm and a leg, so drive carefully. این ماشین رو من به نهایت قیمت خریدم، برای همین احتیاط کن، آهسته رو. مثال دیگر and it won't cost you an arm and a leg. و این برای شما قیمت نمی افتاد. And it won't cost you an arm and a leg. مثال دیگر از مدفیلم سیمپسون است که با خانه خود یک مالی می آورده است برای فرزندانش و با او میگوید You cost me an arm and a leg, so let's get to the work. You cost an arm and a leg, so let's get to work. یعنی تو برای من به نهایت قیمت افتادی، برای همین بیا وقت رو کسل نمیکنیم و سر میکنیم. خلاصه وقتی که یگان چیز برای شما قیمت میافتد شما میتونید بگید که it cost me an arm and a leg. آخرین چیزی که برای شما cost you an arm and a leg است اون را در کامنتار نویسید. ما میبینیم که چی برای شما cost an arm and a leg است. اون shoestring. این ایدیوم برعکس ایدیوم اول است و اون پولینوچیز ترجمه میشود. shoestring این خود بند پاپوشی است و تاریخ این ایدیوم از سالهای 1800 است که زندانی هایی که قرضدار بودند در انگلیا آنها از تیرزه های همون زندان خود پاپوشی های خود را آویزان میکردند با بندهایش و با این واسطه آنها اشاره میکردند که ما قرضداریم و مردم راهگذر با آنها و پول خودشون یگان درهم میدادند و این پولینوچیز بود و آنها اون را جمع کرده خودشون را از زندان آزاد میکرد. در مثال این ایدیوم را شما چنین استفاده برده میتوانید I watched you raise 3 kids on a shoestring budget. من دیدم که تو چگونه 3 کودک را با یک پولینوچیز با وی رساندی کلان کردی. I watched you raise 3 kids on a shoestring budget. We are operating on a shoestring budget. We are operating on a shoestring budget. ما با یک پول خیلی نوچیز کار کرده ایستادیم. اینجا دیگر save for a rainy day است که ذخیره کردن برای یگان روز سیاه یا که برای یگان روزی سخت ترجمه میشود. مثلا I was gonna save this for a rainy day. I was going to save this for a rainy day. من نیت داشتم که این رو برای یگان روزی سخت بونم، برای یگان روزی مبادا بونم. مثال دیگر از فیلم است که هنرپیشه پولی به نهایت زیاد به دست میارد و از دوست خود میپرسد که من با این پول چیکار کنم و دوستش در جواب میگوید So set some aside, save it for a rainy day. So set some aside, save it for a rainy day. یعنی کمیش رو کنار گذار، کمیش رو ذخیره کن و آن رو به یگان روزی مبادا بون. و دوستان برای ذخیره کردن پولهاتون و نه تنها ذخیره بلکه از ذخیره خود فایده گرفتن ایمون اینترنشنال برای شما پیشنهاد بهترین دارد. شما میتونید از روی خط دپازیت ها مناسبش را برای خودتون از روی مبلغ، فایز، درآمد و مهلت امانت انتخاب نموده امانت گذارید و وابسته به امانتتون درآمد مفید به دست دارید. در سمونه ایمون نقطه تیجه شما آیز همه طرفهای امانتگذاری معلومات پورا پیدا کرده میتونید و با استفاده از حساب کننده امانتی شما فایده خود را قبلا حساب کرده میتونید. این سمونه رو من در شرح این ویدیو درس میگذارم و شما میتونید پیش از امانت گذاشتن درآمد فایده خود را تازه‌اش را حساب کرده ببینید. ایدیوم دیگر on the bread line است که معنای در حالت وزن اقتصادی بودن رو دارد. یعنی قشاقی به پولی قرضداری یا اینکه خلاصه دلخواه حالت وزن اقتصادی. تاریخ این ایدیوم از سالهای 2020 است که در آن وقت حکومت آمریکا خوراک رایگان تقسیم می‌کرد به مردم بخونه بیچاره و برای گرفتن این خوراک آنها در نوبت می‌ایستادند. یعنی این برید لاین، برید این نون است و لاین این نوبت است. یعنی برید لاین از همون جمله است که آنها برای گرفتن این خوراک در نوبت می‌ایستادند. و شما میتونید این ایدیوم را چنین استفاده کنید. Many people without jobs are living on the breadline. اکثریت مردم بیکار که جای کار ندارند آنها در شرایط وزن اقتصادی قرار دارند. We've been living on a breadline for weeks. ما هفته‌های زیاد با یک شرایط وزنی زندگی میکردیم. The widow and her children are on the breadline. اون به وزن و کودکانش شرایط وزنی دارند. Live
from hand to mouth. ترجمه تحت لفظی این ایدیوم از دست تا دهان زندگی کردن است و معنای این ایدیوم زندگانی کمبغالانه داشتن است. مثلا they live from hand to mouth. آنها یک زندگی کمبغالانه دارند. In early days many people lived from hand to mouth. در سالهای پیش اکثریت مردم زندگی کمبغالانه داشتند. بیچاره‌گونه از بیچاره‌وار زندگی می‌کردند. در سالهای make ends meet. یعنی که make both ends meet. ایجام نوبتی ترجمهش آخرها را رسانیده است و همانیش نوک با نوک، یعنی که سر به سر رسانیدن معاش است. یعنی معاشی که از اول ماه تا آخر ماه میرسد. شخصی که make ends meet میکند اون شخص نمیتواند اون چیزی قیمت خرد استراحت کند، زیرا معاشی تا آخر ماه نمیرساند. I can't make ends meet on my small salary. با این معاش خودم ما یک ماه زندگی کردن نمیتونم. Make ends meet. She works on a travel company and makes dumplings for a cafeteria. برای زندگیش را بردن و هم در شرکت سیاحی کار میکند و هم برای قهوه‌خانه منتو میپیچاند، یعنی یک کاری علاوگی میکند. When Manuchehri lost his job, we could barely make ends meet. وقتی که منوچهری کارش را از دست داد ما شرایطی وزنین داشتیم. اخیراً ایدیوم برای امروز این ایدیوم مثبت و بویی است. I speak money like water. ترجمه این ایدیوم صرف کردن پول مثل آب است و معنایش نیز مانند است، یعنی پول را در آب پرتافتن یا اینکه صرف کردن پول برای یگان چیزی که در کاری نیست، لازمی نیست. مثلا stop sending money like water if you want to buy an apartment. برای که تو صاحب خانه شوی پول را بسیار به معنی صرف نکن. She spends money like water because she's not the one who earns them. وای پول را به معنی صرف میکند، به فایده صرف میکند، زیرا وای خودش پول کار نمیکند. They used to spend money like water but now they're saving it for a new car. قبلا آنها پول را به نهایت زیاد صرف میکردند و این حال آنها برای ماشین خریدن آن را ذخیره کرده ایستادند. و یک سوال دوستان، شما به کدام از این ایدیوم ها نزدیکید؟ یعنی شما آن shoestring هستید یا اینکه saving money for a rainy day یا اینکه spend money like a water؟ در کامنتر نویسید دوستان. این بود درس انگلیسی اویزی 7 ایدیومایی که با پول سر کار دارند. تا درس دیگر دوستان، بای.